خواهرای ما که از مکتب باز ماندین، در این ویدیو ثبت نام دقیق و قدم به قدم مکتب دیجیتال افغانستان یا افغانستان دیجیتال اسکول براتون آموزش میدم که چطور به این مکتب ثبت نام کنید و که کدام مضامین این مکتب تدریس میکنه و بعد از فراغت از این مکتب شما چی به دست میارین. این مهم است. در قدم اول شما تمامی موارد اینجا داره. در قسمتی درباره ما، یا اگر ما مثلا در انگلیسی بیاییم را تشریح کنیم about us میشه. یک مکتب دیجیتال مسئول برای دختران افغان است و در اینجا در بالا نوشته کرده که ثبت نام جریان دارد. مکتب دیجیتال افغانستان درخواست ها را میپذیرد از 11 جوزا الی 9 اسد 1405 صنف 7 تا 12. یعنی بالای از اینکه کلیک کنید ثبت نام آنلاین باز میشه. خب میایم قدم به قدم هم تشریح میکنیم و هم در مورد مکتب میآموزیم. درخواست آنلاین خود را شروع کنید. قبل از ثبت نام معلومات واقعی شاگرد و سرپرست را وارد کنید. هر شاگرد فقط یک فرم درخواست ارسال کردن میتواند. اگر اسناد موجود است آن را آپلود کنید. خلاصه کامل را بررسی کنید، سپس ارسال درخواست را بزنید. در اینجا شما میبینید که فرم ثبت نام است. در هر جایش برای ما گفته که خیلی دقت کنید. شاگرد یعنی معلومات شاگرد یا پرسونال انفورمیشن. شما میتونید که به هر زبانی که این جهت زبانهای ملی، دری، پشتو، انگلیسی، به هر زبانی که دوست دارین معلومات خود ارائه کنید. اینجا مثلا در این قسمت نامی کامل شاگرد اینجا برای ما مثال هم داده. مثال یک نمونه است، این نام نیست در واقع. به نام مثلا آمینه احمدی ما یک نام اینجا تایپ میکنیم. فرض مثال مثل از پیش میریم آمینه احمدی، چون مکتب دخترانه است. نام و تخلص، نام کامل که گفت شامل نام و تخلص میشه. تاریخ تولد بالای از این کلیک میکنین. مثلا فعلا سال 1405 است. اینجا کلیک میکنین که سالهای 1404 مثلا سالهای سال تولد خود از روی چی پیدا کنین؟ از روی پاسپورت یا تذکرهتان. مثلا ماهش انتخاب میکنین، جدی باشه، کدام روز است انتخاب میکنین و انتخاب میشه. در این قسمت نام پدر، تاریخ تولد با محدوده سنی شاگرد مطابقت ندارد. میبینیم من 1401 انتخاب کردم، پس شما باید یک تاریخی را انتخاب کنید که در این قسمت مثلا کجا هستم 1300 بگیریم. 1300 مثلا فرض مثال میگیریم 1390 مای جدی میگیریم یا مای حمل. اینجا کلیک میکنیم، این رقمی ببینیم قبول میکنه یا نه. اینجا حال سعی شد. تاریخ به تقویم هجری شمسی افغانستان انتخاب میشود. نام پدر نوشته میکنیم مثلا احمد، نام پدرش فرض میکنیم احمد بوده. نام مادرش مثلا نوشته میکنیم گل بی بی فرض مثال. ایمیل آدرس، این ایمیل آدرس شما باید دقیق باشه، به خاطر از اینکه گفته که در ایمیل شما کانفرمیشن ایمیل میاد تایید میکنه که معلومات شما در این مکتب ثبت شده. مثلا ما یک ایمیل دقیق درج میکنم که بعدا ببینیم که معلومات ما درج شد نه. شماره تماس شما باید با کد 93 که کد افغانستان است مثبت 93 مثلا ایتک شماره فرض میکنیم. و نام کامل سرپرست که برد خود این مثلا فرق نمیکنه. نام کامل سرپرستش احمد ولی است فرض میکنیم. نام پدرش احمد به تخلصش ولی. شماره سرپرست هم یک شماره است. این شماره متقاضی، دوم شماره سرپرست فرض میکنیم. نسبت سرپرست در اینجا نوشته میکنیم که مثلا پدر، بعد ادامه میگیم. ما به زبان دری برای شما پر کردیم. در اینجا کشور فعلی افغانستان انتخاب میکنی یا کشور فعلی افغانستان است. ولایت ها ببخشید افغانستان ولایت هایش مثلا میگیریم که فرض مثال هرات، ولسوالی هرات مثلا خود شما تایپ میکنید. انجیل فرض میکنیم از ولسوالی انجیل باشه. در اینجا نوشته میکنیم که مرکز هرات است. مرکز وضعیت موقعیت فعلیشون داخل افغانستان است. نام یا نوع مکتب قبلی، مثلا نام مکتب قبلی خود نوشته میکنی که مکتب دولتی بوده و نام مکتب هم نوشته میکنی، بعد میگی که ادامه. خب صنف درخواستی فعلا به کدام صنف درخواست میدیم؟ من میگم من به صنف 12 درخواست میدم. صنف قبلی خود درج میکنم. صنف
11 بدیم قبلا، مثل زمین 11 پیش روش نوشته میکنید. زبان اصلی ما دری هست. زبان ترجیحی درس با کدام زبان میخوانید؟ من میگم که انگلیسی و دری میکس. انگلیسی و دری صحیح شد؟ انگلیسی و دری تایپ که نکرد یادم میره. خب سطح انگلیسی اینجا یک یا بدم که حال صحیح شد. سطح انگلیسی را از اینجا انتخاب میکنیم. من میگم سطح انگلیسی ما ابتدایی است، اساسی، متوسط است. سطح دری من میگم که زبان مادری است. سطح پشتو متوسط است. دسترسی به وسیله مثلا من میگم که لپتاپ دارم چون مکتب دیجیتال است، کدینگ گاهی وقتا درس میده، هوش مصنوعی تدریس میکنه و غیره. دسترسی به اینترنت، اینترنت پایدار دارم، مثلا اینترنت دارم در خانه. ساعت مطالعه در هفته مثلا در هفته چند ساعت مطالعه میکنیم؟ من میگم در هفته 20 ساعت مطالعه میکنم. در هفته 20 ساعت 20 ساعت نوشته میکنیم اینجا. و بعد ما قسمتی اسناد میاد. در اسناد عکس شاگرد، سند صنف قبلی، نمرات یا ترانسکریپت مکتب، تذکره یا پاسپورت یا سند هویت هر چی است. با فرمت هایی که این زیرش نوشته کرده به این فرمت ها باشه یا پی دی اف باشه. سند سرپرست، منظور از سند سرپرست تذکره پدر یا تذکره سرپرست است. چرا ما خواهید به افغانستان دیجیتال اسکول یا ADS بی پیوندید؟ در اینجا دلیل خود نوشته میکنید، هدف آموزش شما، هدف خود نوشته میکنید و پیام اضافی هر چی که دارین اینا را رضایت میگیرین، مثلا تیک میکنین و بعد میگین که ادامه. اینجا نوشته میکنیم فرض مثال که یک چی نوشته میکنیم هدف ما چی میخواهید، چرا میخواهید؟ میگیم که من از مکتب باز ماندم و میخواهم که فرض مثال خودتان باز خیلی متن قوی نوشته کنید. میخواهم که به مکتب دیجیتالی افغانستان درخواست دهم و درس های باقی مانده ام را در این مکتب تکمیل کنم. یک نمونه از دلیل است، ولی دلیل ها برای جذب شما خیلی کمک میکنه که هدفتان را تعیین کنه و همچنان پیام اختیاری چی پیشنهاد چی هر چی داری نوشته کنین. ادامه میگین. مرحله آخر که است مرحله مرور است. بررسی میکنی که نام من دقیق است یا نیست. اگر نبوده اینجا بالای زنی کلیک میکنی ویرایش یا ادیت میگی. ما به زبان دری پر کردیم، در انگلیسی هم شما حالا که من کلیک کنم پس همین فرم در انگلیسی هم میاره. به خاطر چی؟ به خاطر که این اتوماتیک سیف میشه. مرحله مرور کلیک میکنم، اینجا ادیت داره. مثلا آمین احمدی صحیح است، تاریخ مرا اتوماتیکلی به ماه میلادی تبدیل کرده. تمام مشخصات خود چک میکنم وان بای وان، میبینیم که همه چیز درست است. اینجا گفته check every details before submitting. بعد کلیک میکنم و ویت میکنم. application submitted successfully. یعنی هم صدای ایمیل هم شنیدین؟ برای متقاضی یک ایمیل آمد. بریم ایمیل چک کنیم که به ما چه قسم آمده. اینجا آمده که افغانستان دیجیتال اسکول ایمیل آمده. application received آمین احمدی، یعنی ما یک اپلیکیشن روان کردم به مکتب دیگه. معلوماتش این رقم میآید، بر شما یک ایمیل تاییدی هم روان میکنه که Dear Amin Ahmadi, thank you for applying to Afghanistan Digital School. Your application is now safely recorded in the ADS admission system. این هم میگه چی تست؟ student ID test و important. Each student application can submit only one application form. Duplicate application may delay the review process. این هم لینک وبسایت شما اینجا. این بود طریقه ثبت نام دقیقی بورسیه مکتبی دیجیتالی افغانستان. بسیار یک وبسایتی عالی داره، خودتان بخوانید قدم به قدم تمام معلومات در اینجا برای ما مانده. هر قدمی که برین مثلا در مورد نصابش گپ میزنیم، نصاب از این قسمت دانلود کنید ببینید که کدام نصابای تعلیمی رو داره. تا جایی که ما مطالعه کردم بسیار یک نصاب استانداردی بین المللی داره. از شعار مکتبم معلوم است که میخواد که افغانستان دیجیتالایز کنه و محصلین افغانستان در سراسر دنیا باید بدرخشه. یعنی هم نصابش است، قدم به قدم بخوانید که کدام مضامین تدریس میکنه، دانلود کنید پیش خود داشته باشین. برای دریافت معلومات کامل، لینک دقیق ثبت نام، کلمه ADS یا مثلا دیجیتال شوانزای افغانستان دیجیتال شوانزای یا مکتب دیجیتال افغانستان کامل کنید. معلومات برای شما ارسال میشه. موفق باشید.